ما یه دفعه تا حالا دیدین که آمریکا بگه مرگ بر ایران یا پرچم رو آتیش بزنن؟ اصلا دیدین؟ رئیس جمهورشون، مردمشون. اما ما به اینجا به راحتی میایم چیکار میکنیم؟ پرچم آتیش میزنیم، مرگ میگیم. خب همین میشه که الان به اینجا رسیدیم. از اون طرف ما ایراد میگرفتیم که مثلا قبر رضا شاه نمیدونم مثلا تومن هزینه شده. ببخشید الان مرقد امام چند هزار میلیارد تومن هزینه شده که داره بازم میشه. بعد اکثر آقایون هم که میبینید ماشاءالله شکم‌ها انقدر شده از نخوریه دیگه. اینا توی طول شبانه روز مثلا با یه دونه چای شیرین یه خرما اصلا قابل قیاس هست که مثلا مقبره امام با رضا شاه. به هر حال مملکت من